درود و احترام. جای همه شما بزرگواران خالی. اومدیم منطقه خراسان، خطه نیشابور و منطقه بسیار بکر، طبیعت بسیار خوب، سرشار از زیبایی، کوههای متنوع، خاکهای متنوع، دریاچه های کوچیک به تعدد زیاد. همه آقا بابک عزیزمون. خیلی منطقه واقعا خوبیه. ما تا حالا نیومده بودیم اینجا. طبیعت یا اکوسیستم بسیار دست نخورده و زیبا که قسمت بوژان نیشابور هستش. دره ارغوان داره، عرضم به خدمتون دره پونه داره، درخت‌های سرشار از میوه و کوه‌های رنگارنگ. خیلی زیبایی اینجا بیشتر کرده این اکوسیستم خاصش. تپه‌های متفاوت، صخره‌های متفاوت، خاک متفاوت، رنگ‌های متفاوت. امیدوارم هر کسی از این طبیعت استفاده میکنه لذتش رو ببره، حفظ کنه این طبیعت رو، چه از نظر بهداشتی چه از نظر خود اکوسیستم طبیعی اینجا، که دست نخوره، آسیبی نبینه. حالا دوستم نظرات آقا بابک هم بدونین، ایشون هم باز موارد بسیار متنوعی